سلام به همه بارسایا و عاشقای فوتبال. اینجا جاییه که قرار وارد دنیای افسانه ها بشیم، چون امروز میخوایم بهترین ترکیب تاریخ بارسلونا رو ببندیم. ولی نه فقط 11 نفر، ما برای هر پست یه ذخیره هم انتخاب میکنیم و در نهایت میرسیم به مربی که باید این ستاره ها رو هدایت کنه. پس قول میدم تا آخر ویدیو هیجان زده بمونید، چون انتخاب‌های جنجالی و بحث برانگیزی در راهه. خب قبل از این که بریم سراغ ترکیب، بذارید معیار انتخاب رو مشخص کنیم. اول افتخارات و جام‌هایی که گرفتن، دوم تاثیرگذاری توی تاریخ بارسا و سوم سبک بازی و محبوبیتی که بین هوادارا داشتن. پس هم تاریخ مهمه، هم دل هوادارا. وقتی از بارسلونا حرف میزنیم فقط یک اسم باشگاه نمیاد، اسم یک فلسفه میاد. فلسفه‌ای که از لاماسیا شروع شد و با کرایوف و گواردیولا کامل شد. فوتبال مالکانه، پاسای سریع، فشار مداوم و زیبایی در بازی. این فلسفه بهترین بسترش رو تو 4-3-3 پیدا کرد. دو مدافع در مرکز، دو فولبک هجومی که زمین رو باز میکنن و یک خط هافبک 3 نفره که قلب تیمه. همه یادتون میاد که بوسکت چطور مثل یک ستون وسط زمین بود، امنیت میساخت. ژاوی ریتم رو تو دست داشت. اینیستا فضا رو باز میکرد و خلاقیت‌هاشو به رخ بقیه میکشید. در جلو هم 3 مهاجم آزادی عمل کامل دارن و راحت از پس دفاع برمیان. 4-3-3 یعنی زمین رو بزرگ میکنی، توپ رو مار خودت میکنی، بازی رو کنترل میکنی و هر لحظه میتونی با یک حرکت کوچیک دفاع حریف رو باز کنی. این سیستم قلب تمام قهرمانی‌های بزرگ بارسا تو 15 سال اخیر بوده و همین باعث شده این ترکیب نه فقط یک آرایش تاکتیکی، بلکه امضای یک اصل طلایی باشه. خب حالا که ترکیب 4-3-3 رو انتخاب کردیم، بریم برای انتخاب بازیکن‌ها. از سنگربان شروع می‌کنیم. انتخاب ما مردی از لاماسیا، ویکتور والدز. سالها با شجاعت و واکنش‌های سریعش سنگربان بارسا بود. اون تو اوج پپ گواردیولا با بازی پا به توپ و خروج‌های مطمئنش بخش مهمی از تیکی تاکا بود و 3 قهرمانی اروپا 2016، 2009 و 2011 رو تجربه کرد. برای ذخیره نمیشه از زوبیزارتا گذشت. اون سالها رکورددار کلینشیت بود و کاپیتان تیم رویایی کرایوف. سالها از دروازه بارسا مراقبت کرد و 4 لالیگا و 1 لیگ قهرمانان داره. برای مدافع راست هم همه ما بیشک اسم یه نفر میاد ذهنمون، دنی آلوز، رکورددار جام تو فوتبال. سرعت، تکنیک و پاس‌های دقیقش سمت راست بارسا رو به اتوبان تبدیل کرده بود. بارسا با اون سگانه گرفت و چندین بار لالیگا و جام‌های اروپایی رو فتح کرد. برای ذخیره‌اش هم میتونیم سرجیو روبرتو رو بذاریم، محصول دیگری از لاماسیا. شاید سوپر استار نباشه، اما گل تاریخیش به پی اس جی تو کامبک 6-1 همیشه توی یادها مونده. نوبت این میرسه که 2 تا مدافع میانی انتخاب کنیم که بتونیم تیمو برای همیشه از خطر حملات حفظ کنیم. نفر اول کارلوس پویول، کاپیتان افسانه‌ای، رهبر بی‌بدیل با قلبی از فولاد، با تکل‌ها، فریادها و حتی موهای افشانش الهام بخش بود. جام‌ها رو بالای سر می‌برد، اما مهمتر از همه روح جنگندگیش بود که بارسا رو تیمی شکست ناپذیر کرد. برای ذخیره‌اش هم رونالد کومان، مردی که با گل تاریخیش تو سال 92 اولین قهرمانی اروپا رو برد. خب برای مدافع میانی بعدیمون میتونیم جرارد پیکه رو استفاده کنیم. بارسایی اصیل که بعد از تجربه منچستر برگشت و تبدیل شد به نماد بازیسازی از عقب، باهوش، گلزن در لحظه‌های حساس و شریک اصلی پویول تو دوران طلایی. برای ذخیره‌اش هم میتونیم از ساموئل اومتیتی، البته ساموئل اومتیتی داخل دوران اوج استفاده کنیم. درخشان تو فصل 2017-18 وقتی با قدرت فیزیکیش بارسا رو تو دفاع سرپا نگه می‌داشت. برای مدافع چپمون هم از جوردی آلبا استفاده کنیم. موشک سمت چپ، سرعت برق‌آسا و پاسکاری‌ها و هماهنگی زیباش با مسی خاطره ساز بود. اون با بارسا لالیگاها و لیگ قهرمان‌ها رو درو کرد. برای ذخیره‌اش هم از اریک آبیدال استفاده می‌کنیم. مدافع آرام و فداکار. بازگشتش پس از بیماری سرطان یکی از احساسی‌ترین لحظه‌های تاریخ باشگاه بود.
خب بریم برای خط هافبک. اینجا قلب تپنده بارساست، جایی که برنامه‌های تیکی تاکای اونا طرح‌ریزی میشد. برای هافبک دفاعی بدون شک سرخیو بوسکت، مغز نامرئی تیم، استاد قطع توپ و پاس کوتاه، پیوند دهنده دفاع و حمله. با وجود اینکه کمتر در کادر دوربین بود، اما قلب تپنده هر بازی بود. برای ذخیره‌اش هم میتونیم از پپ گواردیولا استفاده کنیم، یکی از مهمترین نمادهای تاریخ بارسلونا. اون محصول آکادمی لاماسیا در دهه 90 میلادی بود. به عنوان مغز متفکر تیم یوهان کرایوف در نقش هافبک دفاعی بازی میکرد. گواردیولا با پاس‌های دقیق، درک بالای تاکتیکی و رهبری در زمین ساختار بازی بارسا رو شکل میداد و در دوران حضورش به قهرمانی‌های متعددی تو لالیگا و اروپا رسید. خیلی‌ها اونو پیش زمینه و الگوی سرخیو بوسکت میدونن. برای هافبک میانی هم از ژاوی هرناندز استفاده میکنیم. کلا توی خط هافبک بارسا ما اصلا انتخاب دیگه ای نمیتونیم داشته باشیم به جز 3 تا افسانه تکرار نشدنی، یعنی ژاوی و اینیستا و بوسکتس. خب ژاوی هم که همه خوب یادتونه، مهندس بی‌بدیل تیکی تاکا با پاس‌های میلیمتری و کنترل بازی ریتم تیم رو میساخت. اون قهرمانی‌های لالیگا و لیگ قهرمانان رو مثل یک رهبر ارکستر هدایت میکرد. برای ذخیره‌اش از راکیتیچ استفاده می‌کنیم. هافبک میانی خلاق و پرتلاش بارسلونا که بین سال‌های 2014 تا 2020 نقش مهمی تو میانه میدان ایفا کرد. اون با پاس‌های دقیق، هوش تاکتیکیش به بارسا کمک کرد تا قهرمانی‌های بزرگی از جمله سگانه 2015 رو به دست بیاره و جای خالی ژاوی رو تا حد زیادی پر کنه. هافبک میانی بعدیمون هم که اینیستاست. جادوگر آرام که با دریبل‌های نرمش دیوارها رو باز می‌کرد. پاس گل فینال 2019 به اتو، گل خودش به چلسی تو 2019، همه لحظه‌های تاریخی رو با نام اون به یاد میاریم. برای ذخیره‌اش هم میتونیم از پدری جوان استفاده کنیم. از نظر سبک بازی پدری از همه به اینیستا نزدیک‌تره. همون بازی باهوش، حرکت نرم بین خطوط، پاسکاری سریع و خلق موقعیت. حتی خود اینیستا چند بار گفته که پدری یادآور خودش تو دوران جوونیه. تنها تفاوت اینه که پدری هنوز خیلی جوونه و به اندازه اینیستا جام‌های بزرگ نگرفته. اگه تا اینجای ویدیو هنوز ما رو لایک نکردی، بهتره که ویدیو رو لایک کنی و کانال رو سابسکرایب کنی تا بریم با هم خط حمله‌ای رو بسازیم که هر تیمی رو آتیش میزنه. برای بال راست اصلا حرفی نمیمونه، چون اینجا فقط جای یه نفره، بهترین تاریخ، یعنی لئو مسی. رکورددار گل‌ها، پاس‌ها و لحظه‌های جادویی. هر بار که توپ زیر پاش بود، نیوکم نفس نمی‌کشید. اون قلب تپنده سگانه‌ها و افتخارات بیشمار بارسا بود. برای ذخیره‌اش هم از پدرو رودریگز محصول آکادمی لاماسیا و یکی از وینگرهای کلیدی بارسلونای طلایی استفاده می‌کنیم که با سرعت، هوش گلزنیش تو سگانه‌های 2009 و 2015 نقش آفرینی کرد. اون با حضور تو فینال‌ها و گل‌های سرنوشت سازش به عنوان یکی از موفق‌ترین بال‌های تاریخ باشگاه شناخته میشه. برای بال چپ رونالدینیو، مردی که قبل از مسی بارسا رو دوباره عاشق فوتبال کرد. لبخند، دریبل، پاسای بدون نگاه، اون روح خوشحالی رو به نیوکمپ برگردون و 2 قهرمانی لالیگا و 1 لیگ قهرمانان رو به دست آورد. برای ذخیره‌اش هم هموطنش بهترین گزینه است. نیمار افسانه‌ای با دریبل‌های شگفت‌انگیز، خلاقیت بالا و گل‌های حساس، یکی از ستاره‌های نسل طلایی بارسا بود. اون کنار مسی و سوارز مثلث هجومی خطرناکی ساخت و به کسب سگانه 2015 کمک شایانی کرد. حالا نوبت مهاجم نوکه. شما سوارز رو بیشتر دوست دارید یا اتو؟ اگه بخوایم همه فاکتورها رو در نظر بگیریم، باید بگیم اتو. با سرعت، قدرت بدنی و گلزنی دقیق خودش یکی از خطرناکترین نوک‌های تاریخ باشگاه بود. اون تو دوران حضورش، یعنی از 2004 تا 2009، نقش کلیدی تو کسب سگانه باشگاه تو سال 2009 داشت و با فتح لالیگا، لیگ قهرمانان و کوپا دل ری به یکی از پر افتخارترین مهاجمای تاریخ بارسا تبدیل شد. و ذخیره‌اش هم که دیگه 100% سوارز، با هوش تاکتیکی، تحرک بین خطوط و گلزنی‌های حیاتی، نقش کلیدی تو مثلث هجومی MSN داشت. اون کنار مسی و نیمار به کسب سگانه 2015 کمک کرد.
و با گل‌ها و پاس گل‌های مهمش به یکی از نوک‌های افسانه‌ای تاریخ باشگاه تبدیل شد. حالا به نظرتون چرا این ترکیب افسانه‌ایه؟ چون نه فقط اسمها بلکه روح مشترکی دارن. لاماسیا و ستاره‌های جهانی کنار هم یک فلسفه ساختن. فوتبال مالکانه، زیبایی و قهرمانی. اینها بازیکنایی بودند که فقط بازی نکردن، تاریخ نوشتن. برای انتخاب مربی برترم فقط یه اسم وجود داره، پپ گواردیولای افسانه‌ای، یکی از پرافتخارترین و تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ باشگاه. اون بین سالهای 2008 تا 2012 با پیاده‌سازی سبک تیکی تاکا فوتبال مالکانه رو به اوج رسوند و با هدایت نسل طلایی شامل مسی، ژاوی، اینیستا و بوسکتس موفق به کسب 14 جام بزرگ از جمله 3 تا لالیگا، 2 تا لیگ قهرمانان اروپا و 3 سوپرکاپ اسپانیا شد. پپ نه تنها با نتایج فوق‌العاده بلکه با ایجاد فلسفه‌ای پایدار تو فوتبال بارسا نقش اساسی تو موندگاری سبک باشگاه ایفا کرد. شاید خیلی بازیکن‌های دیگه‌ای بودن که شما دوست داشتید اسمشون تو این لیست باشه. پس الان وقتشه که اسمشون رو برام کامنت کنید. اینایی که نام بردیم کسایی بودن که افتخار آفرینی کردن. توی دوران خودشون توی زمین حکومت کردن و امپراتوری ساختن. خیلی جاها لبخند رو لب هوادار آوردن و خیلی جاها باعث گریه حریفا شدن. شما دوست دارید ویدیوی بعدی درباره ترکیب کدوم تیم باشه؟ اسم باشگاه رو بهمون بگید تا ویدیوی دیگر. خدا یار نگهدارتون.